به نام خدای مهربان به کانال بافتنی جدید خوش اومدید. جلالی هستم، مربی بافت. آموزش هدبند با 2 میل رو داریم. برای بافت من از نخ متوسط و میل شماره 2.5 استفاده میکنم. برای شروع 30 تا دونه سر میندازیم. 30 تا دونه 12 سانتی متر سایز میده. برای بافت رجه اول نخمون رو به این شکل میندازیم روی میل. دونه اول رو میاریم این سمت بافتمون. یه دونه رو میبافیم، یه دونه زیر. یه دونه رو، یه دونه زیر. بافت یک دونه رو، یک دونه زیر رو تا آخر رج تکرار میکنیم. یک رج بافت و من بافتم، به آخر رج رسیدم. دونه آخر حتما زیر بافته بشه. دونه آخر رو زیر میبافیم و بافت رو برمیگردیم. برای بافت رج دوم دوباره نخ به این شکل روی میل باشه. دونه اول رو میاریم این سمت بافتمون و دونه ها رو تو رج دوم هر طور که دیده میشه بافته میشه. الان دونه بعدی ما دونه رو هست، پس دونه رو میبافیم. دونه بعدی زیره، دونه رو زیر میبافیم. توی این رج دونه ها سر جای خودشون بافته میشه. در رج دوم هم وقتی به دونه آخر رسیدیم دونه آخر رو زیر میبافیم. برای بافت رج سوم نخمون دوباره به این شکل روی میل باشه و دونه اول رو میاریم این سمت بافتمون. توی این رج دونه ها را هر طور که میبینیم نمیبافیم، برعکس میبافیم. توی این رج الان اینجا دونه رو بافته شده، ما این دونه رو زیر میبافیم. دونه بعدی زیر بافته شده، رو میبافیم. دونه بعدی رو بافته شده، زیر میبافیم. به آخر رج سوم که رسیدیم دونه آخر رو هم زیر میبافیم. بافت رو برمیگردیم. برای بافت رج چهارم دونه اول رو میاریم این سمت بافت و توی رج چهارم هر دونه هر طور دیده شد بافته میشه. الان دونه بعدی زیر بافته شده، زیر میبافیم. دونه بعدی رو بافته شده، رو میبافیم. دونه بعدی زیر. دونه بعدی رو. رج‌های 3 و 4 رو تکرار می‌کنیم تا به سایز مورد نظری که می‌خوایم برسیم. حواستون باشه این نکته رو رعایت کنیم که این نخی که می‌خوایم ببافیم در اول رج حتما به این شکل باشه، روی میل باشه و دونه آخر رو زیر ببافیم. این به خاطر اینه که بافت کناره هامون به این شکل مرتب در بیاد. ببینیم به این شکل حالت منظم تری در میاد. بافت و من ادامه دادم تا رسیدم به سایز مورد نظر. سایز مورد نظر ما بوده 53 سانتی متر، ولی من به اندازه 50 سانتی متر بافتم. 3 سانتی متر کمتر بافتم به خاطر اینکه بافتمون حالت کشسانی داره و برای اینکه خوب روی سر وایسه برای همین 3 سانت کمتر از اندازه اصلی دور سر بافتمون رو میبافیم. بعد از اینکه به سایز مورد نظر رسیدیم دونه ها رو به این شکل میبندیم. دونه اول رو میاریم میل سمت راستمون و بعد دونه بعدی به شکل زیر بافته شده. دونه بعدی رو زیر میبافیم. این دونه ای که آوردیم روی این میل میکشیم روی دونه. دونه بعدی به شکل رو بافته شده. دونه بعدی رو رو میبافیم. بعد این دونه ای که اینجا داریم رو میکشیم روی دونه رو. به همین ترتیب تا آخر رج اینو تکرار میکنیم تا تمام دونه ها بسته بشه. بعد از اینکه تمام دونه ها رو بستیم دونه آخر رو به این شکل نخو از داخل دونه آخر رد میکنیم. یه مقدار نخو اضافه تر برای دوختن نگه میداریم. این قسمت روی بافتمون میشه.
و این قسمت پشت بافتمون میشه. به این شکل بافت رو نگه میداریم. از وسط این دو لبه رو به این شکل کنار همدیگه نگه میداریم از وسط بافتمون. این قسمت از بافت رو به این شکل میاریم روی این قسمت و بعد این قسمت از بافت رو میاریم روی این قسمت به این شکل. حالا این قسمت رو با نخ سوزن میدوزیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.